دو پیغام برای شما دارم. یک پیغام از طرف حضرت عمر، یک پیغام از طرف حضرت علی. حضرت عمر در او قسمی که از ایشان نقل شده میگه اگر در یک بیابان در یک پلی که سوراخ شده و پای یک بز فرو برو و بشکنه مسئولش میون. کرزی صاحب عرض حضرت عمر یعنی معنی را داره. اگر در آخرین سندات کشور یک سوراخی باشه، یک ظلم شو، رشوت گرفته شو، شما مسئوله. مردم به شما رای اعتماد داده. روز قیامت گفته نمیتوانیم که من خبر نشدم. میگه چرا خود خبر نکردی؟ باید خود خبر کنی. من در طول عمر خود به هیچ کس رای نداده بودم. یه روز رای خود برای شما ریختم. منم مسئولم که حرفا به شما بگم. یک پیغامم برای شما از حضرت علی دارم. میگه ایهات که من شکم سیر بخوابم و در اطراف کشور ما در یمن مثلا شکمای گرسنه بخوابه، شکم گرسنه بخوابه. ما از شما خواهش میکنم که یکی روز خودت خانم محترمی فرزندان عزیز نان خشک بخورن که از حال گرسنگان باخبر شد. تشکر. وقت زیقت بگذاریم که نیست 4 کلمه صحبت کنن. باید ملت گرسنه نان ندارن. از رشوت خور و خاین فضل صاحب مو بریره. طول ملت بستا پشاکی ولردی. رشوت خور، خاین، جاسوس قانون دوست برای چی خدای وقت